سلام، امیدوارم که خوب باشید. میخوام راجع به احساسات متعالی باهاتون صحبت بکنم. اکثر ما دچار احساسات سطح پایین هستیم، احساساتی مثل ترس، مثل ناراحتی، نفرت و نگرانی. این احساسات سطح پایین روی بدن و ژن‌های شما حتی تاثیر میذاره. حالا اون بخشش خیلی مفصله، ولی یه کوتاه میخوام بگم. وقتی دچار احساساتی مثل ناراحتی میشید و نگرانی، دچار انقباضاتی توی سرشونه، تو قفسه سینه رو کامل درگیر میکنه و شاید خودتون در آن واحد متوجه این احساسات و این انقباضات نباشید. به مرور که دچار درد و بیماری بشه ما آگاهیم که داره چه اتفاقی میفته یا اصلا تو حال چی بودم. و ترس ها باعث انقباضات شکمی و لگنی ما میشه. تکنیک تنفس، نفس های عمیق کشیدن شما رو به سمت سوی این میبره که از این احساسات جدا بشید و به سمت احساسات متعالی برید. احساسات متعالی چیه؟ عشق، شوق‌گذاری، مهربانی و حس آزادی و اشتیاقه. اینها احساسات متعالی هستن. انرژی و فرکانسشون خیلی بالاست. اما شما میتونید وقتی دچار احساسات پایین میشید با تکنیک تنفس، نفس‌های عمیق کشیدن، خیلی هم سخت نیست نفس عمیق کشیدن، دم و بازدم‌های عمیق انجام دادن، بدنتون رو آروم کردن از این حسا اومدن پایین و یادتون بیاد که خودتون رو بیارید به حسای متعالی. شوق‌گذاری، بودن در لحظه، شادی، مهربانی، عشق و اشتیاق و آزادی. کمک میکنه همین چیزای کوچیک که بتونید خودتون رو مدام به لحظه بکشونید و ذهن خودتون رو برنامه‌ریزی کنید برای چیزی که میخواید، نه چیزی که تحت تاثیر بیرون قرار میگیرید.